پروردگار میگوید ای محمد علیه السلام تو برو در آن منبر بنشین. پیغمبر علیه السلام میگوید وقتی نمیشیند خداوند میگوید ما تريد ان اصنع بامتک، یا محمد علیه السلام چی میخواهی من امتای تو را چی معامله کنم؟ وقتی پروردگار میپرسد فیقول رسول الله می یا ربی اجل حسابهم، اولا بار امتای مرا حساب کن، اولا بار امتای مرا حساب بگیرده، اینا از این دهشت و وزمینه خلاص شود. های های اگر والله در یک جایی که مردم اگر حج خانه خدا می روند، اگر در نزد یک جا در پاستای همون بگذشتگی یک قومی که 3 روز 4 روز 10 روز می ایستد، یک آدم می برود خاطر داره که قوماش از اونجا خلاص کنه، از تشنگی چه مقدار قومی او خرسنده. میگن رهبر ما عجب رهبره، پیشوای ما عجب پیشوایه، اگرچه ما از همه پیشتر خلاص کرده بود به مقصد رسانی. رسول الله صلی الله علیه و سلم نمی نشیند، با پا راست می ایستد که خداوند جل جلاله او را بپرسد. در کرسی راحت نمی نشیند تا که خداوند او را نظرش کنه. میگوید چی میخوای ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم؟ میگوید میخوام که 40 سال شد امتهای من در عرق شرم و عذاب ایستادن، خدا اول امتهای مرا حساب بگیر. های های شکر حق را که چنین پیغمبر داره ما، چنین شفاعتگر داره ما، چنین رهنما داره ما، چنین مصطفی داره ما، چنین مقتدا داره ما. این پیغمبر اولین و آخرین پیغمبر روی دنیاست، پیغمبری همه امت هاست، پیغمبری همه قبیله هاست، پیغمبری روی دنیاست، در حالتی که کافران باز این پیغمبر را تهمت میکنن، این پیغمبر را صورت کشی میکنن، این پیغمبری شفاعتگر را ایمان نمیارن، این پیغمبر و سیدی عالم را نمیشناسن که در روز قیامت مقام محمود لوای حمد شفاعت به دست اوست. ای کافر که صورت محمد را قبیح میکنی، ای شپرک کور شپرک که ترا خدا از این نعمت کور کرده است، بیا به دین محمد بدرا، بیا در لذت ایمان احمد بدرها، بیا در شفاعت محمد بدرا. ای کافرانی بی ایمان چرا از دین محمد میگریزی؟ چرا محمد را تهمت میبندی؟ خدا خدایست که همه انبیا آرزوی امتی محمد علیه السلام دارند. پروردگار میگوید